21 فکت درباره تویوتا و لکسوس از اونجایی که ذاتاً یکی ان. گروه‌های زیادی تو اینترنت درست شده که فوری سپر عقب کمریشون رو تو اونا به اشتراک میذارن. 80% تویوتاهایی که 20 سال قبل ساخته شده هنوز هم تو جاده‌ها در حال تردده. اسم این BMW تویوتا سوپرا نیست، اسمش تویوتا جی آر سوپراست. فرم حرف اس توی لوگوی سوپرا برگرفته از یکی از پیچ‌های پیست نوربرلینگ. لکسوس از نوروساینس کمک گرفته تا صدای بسته شدن دراش لذت بخش بشه. نسل آخر لکسوس LS و GS فناوری کنترل رطوبت پوست و موی سرنشینا رو داره. تویوتا اول تویودا بوده و با بیزینس ریسندگی شروع شده. کمری به ژاپنی میشه تاج و کورولا به ژاپنی میشه تاج کوچولو. درآمد سالیانه تویوتا از جمع درآمد نیسان و هوندا و سوزوکی بیشتره. وقتی بوز تصمیم گرفت وارد صنعت خودرو بشه، اولین محصولش که تعلیق مغناطیسی بود رو لکسوس LS امتحان کرد. ادامه فاکتور رو برات میذارم داخل کپشن. امین موتورز رو فالو کن و هایلایتاش حتما ببین.